سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خوشحالم که جلسه دوم خوانش غزلیات سعدی رو داریم و میخوایم که از غزل 4 شروع بکنیم. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، دوستانی که احیانا یوسفی رو دارن میشه شماره 575. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم، به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سرو بالا را. شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش، مجال نطق نماند زبان گویا را. که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. به دوستی که اگر زهر باشد از دستت، چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را. کسی ملامت وامق کند به نادانی، حبیب من که ندیده است روی عذرا را. گرفتم آتش پنهان خبر نمی‌داری، نگاه می نکنی آب چشم پیدا را. نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی، چو دل به عشق دهی دلبران یغما را. هنوز با همه دردم امید درمان است، که آخری بود آخر شبان یلدا را. خب از اون غزلایی که تو اغلب بیتاش میشه گفت به به، یعنی واقعا خیلی زیباست و جزو غزلهای خوب سعدیه. این رو توی ردیف موسیقی ایرانی هم خیلی اوقات ابیات مختلفش رو خوندن، با موسیقی هم خیلی اجرا شده به صورت آوازی که حالا با یه جستجویی میتونید پیدا بکنید. بریم از بیت اول شروع بکنیم. وزن این غزل هم مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون هست. اگر تو فارغی از حال دوستان یارا، فراغت از تو میسر نمی شود ما را. فارغ که به معنای آسوده و بی‌اعتنا هست و فراغت هم به معنی آسودگی و رهایی. دیدین احتمالاً که کلمه فراغ رو با فراغ گاهی اوقات مثلا فراغ رو هم فراغ میخونن، مثلا میگن اگر به دست من افتاد فراغ را بکشم. بهتره که اون چیزی که مربوط به دوری میشه رو به صورت کسره بخونیم فراغ، و اون چیزی که مربوط به آسودگی میشه رو به صورت فراغ یعنی با فتحه بخونیم. فراغت از تو میسر نمیشود ما را. تو اگر از ما میتونی فارغ باشی، ما نمیتونیم به تو فکر نکنیم و برای ما همچین چیزی ممکن نیست که بتونیم لحظه ای از فکر تو رها باشیم. تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش، بیان کند که چه بوده است ناشکیبا را. تو را یعنی برای تو، میگه دیدن جمال طلعت خویش برای تو بیان میکنه. طلعت هم که یعنی چهره، که ناشکیبا یا همون عاشق بیقرار چی بر سرش اومده. این نگاه که یه جورای عاشق برای اینکه به معشوق بفهمونه که چی داره میکشه، خیلی وقتا ازش میخواد که بره جلو آینه و خودش رو نگاه بکنه تا شاید یه کمی از اون حال و احوالی که عاشق در درونش تجربه میکنه در مقابل قرار گرفتن زیبایی رو بتونه اون هم درک بکنه. خیلی زیاد ازش توی ادبیات ابیات مختلفی داریم. خود سعدی یه جای دیگه میگه جرم بیگانه نباشد که تو خود صورت خویش، گر در آینه ببینی برود دل ز برت. یعنی یک مفهوم تکرار شونده است. یه جای دیگه هم با سعدی میگه آینه‌ای طلب کن تا روی خود ببینی، و از حسن خود بماند انگشت در دهانت. اینم دقیقاً همینه. بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم، به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. میگه درسته که الان وقت بهاره، بیا ما با هم دیگه باشیم. بهار ما در با هم بودن ماست. بذار دیگران برن باغ و صحرا. جای دیگه باز خود سعدی داره هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی.
این هم همین حکایتی که در کنار هم بودنه که ما رو شاد میکنه، نه لزوما رفتن توی باغ و طبیعت. یا به قول باز خود سعدی، ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که تویی تفرج آنجاست. اونجا که تو هستی اونجاست که ما میتونیم آسوده خاطر باشیم. به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی، چرا نظر نکنی یار سروبالا را. ادامه همون بیت قبله، میگه اگر میخوای بری سروی نگاه کنی که کنار جوی وایستاده، خب چرا به یار سروبالای من نگاه نمی‌کنی؟ سرو یکی از درختان مورد علاقه است در شعر فارسی. توی شیراز هم خب سرو رو ما زیاد داریم و همیشه قد و بالای معشوق رو به سرو تشبیه میکنن. خیلی جاها میگن که نه اصلا تو از سرو هم زیباتری، یعنی اول تشبیه میکنن بعد میگن نه ببخشید اشتباه کردم، سرو نصف تو زیباست، یعنی دیگه در نهایت اغراق و برتری معشوق به سرو. در این حال سرو میتونه بیانگر قد راست معشوق هم باشه در برابر قد خمیده عاشق که از دوری یار خمیده شده و یا اینکه به حال در این فراق به پیری رسیده و هنوز به وصال نرسیده. شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش، مجال نطق نماند زبان گویا را. شمایل به معنی صورت و چهره هست، نطق هم که به معنی سخن گفتنه. میگه شمایلی که این چهره‌ای که در وصف حسن ترکیبش، حسن ترکیب هم یه چیزیه که میگن زیبایی از ترکیب اجزای مختلفه، به تنهایی امکان نداره که یک بخشی فقط زیبا باشه، اون مجموعه اون ترکیبه که اون زیبایی رو در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. مجال نطق نماند زبان گویا را. میگه حتی زبان کسی که گویا باشه، یعنی سخنور هم باشه، باز نمیتونه صحبت بکنه و تو رو وصف بکنه، این زیبایی که در تو هست تو وصف بکنه. که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود که نبینند روی زیبا را. خب اینجا اشاره داره به همون ماجرای میشه گفت نظربازی در باز عرفان و ادبیات فارسی که دو تا نگاه بهش هست. نگاهی که از سر تقویح هست، از سر نکوهش هست، که میگن اگر کسی میخواد خدا رو بشناسه نیاز نیست که انقدر درگیر جزئیات بشه، درگیر بندگان خدا باشه و به این بهونه مثلا شروع کنه به نظربازی یا به اصطلاح امروز دید زدن آدم‌های دیگه. عرفا بعضیشون این رو نفی می‌کردن، میگفتن که این خالی از اشکال نیست، بنابراین خیلی موافق نبودن با عارفانی که به این شکل نگاه می‌کردن به ماجرا. حتی یه داستانی هست توی مقالات شمس که بین شمس و فکر می‌کنم یک عارفی به اسم کرمانی یک گفتگویی در میگیره که بهش میگه که تو چرا اینقدر حواست همش به این و اونه و به قولی نظربازی می‌کنی. شمس بهش میگه، اون میگه که من در چهره اینا صورت خدا رو می‌بینم. و یا مثال میزنه، میگه فکر کن که یه ماهی افتاده توی برکه‌ای و من با نگاه کردن به این برکه میتونم تصویر ماه رو که حالا استعاره از خدا هست و در اون برکه ببینم. که بعد شمس بهش میگه که تو اگر پس کلت دومل نداره سرتو بگیر بالا مستقیما ماهو نگاه کن، چرا بهونه میاری؟ اون به خاطر اون شاید بشه گفت که انحرافاتی بوده که احتمالاً تحت تاثیر این موضوع به این بهانه توسط برخی از آدمای سودجو هم اتفاق میافتاده. ولی خب وقتی که سعدی راجع به این صحبت میکنه معمولا نظربازی رو به عنوان حسن خودش ذکر میکنه و حافظ هم که خب راجع به این نظربازی خیلی اشعار مختلفی داره، از جمله اونجا که میگه عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. میگه اینا همه هنرهای منه. سعدی هم همین شکلیه و ابایی نداره از اینکه با دیدن معشوق زمینی به یاد خدا بیفته. خب اینو به یه شکل دیگه در داستانهای مولانا هم باش روبرو هستیم. در همون داستان اول مولانا یه جورایی همون المجازو قنطرة الحقیقه، یعنی پل رسیدن به حقیقت مجاز میدونن عرفا. مولانا هم میگه که عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. این تفاوتی نمیکنه این وری باشه اون طرفی باشه، در نهایت ما رو به معشوق میرسونه. البته در ادامهش میگه عشق‌هایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. یعنی باید حواسمون باشه که از این رنگ و لعابه به یه چیز دیگه منتقل بشیم، قرار نیست توی این گیر بکنیم. این نگاهیه که خب راجع به نظربازی وجود داره و اینجا هم سعدی داره راجع به همین صحبت میکنه که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد، خطا بود
که نبینند روی زیبا را. به نوعی زیبارویان رو جلوه جمال الهی میدونستن عرفا. به دوستی که اگر زهر باشد از دستت، چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را. قسم به دوستی که اگر زهر هم به من بدی، ولی تو اون زهر رو من بدی، آنچنان از روی ذوق ارادت میام این رو میخورم که انگار دارم حلوا میخورم. به دوستی که یعنی سوگند به دوستی، ذوق ارادت هم یعنی طعم و لذت اخلاص و دوستی. این معادل امروزی میشه گفت با کمال میل، با اشتیاق تمام من این رو میخورم. یه جای دیگه با سعدی همین ماجرا رو میگه دیگران را تلخ میآید شراب جور عشق، ما ز دست دوست میگیریم و شکر میشود. اون چیزی که ما از تو میگیریم در نهایت شکر میشه. بنابراین تلخی شراب حکم شکر رو داره واسه ما اگر تو به ما اون رو بدی. کسی ملامت وامق کند به نادانی، حبیب من که ندیده است روی عذرا را. خب ملامت هم به معنی نکوهش هست. در اصطلاح تصوف یک فرقه بودن به اسم ملامتیه که برخی از حالا رفتارها و کارهایی که میکردن رو توی اشعار حافظ هم میتونیم ببینیم، به نوعی که حافظ گرایشی گاهی اوقات داره به این که از اون کارهایی که اینا میکردن یاد بکنه. و استدلال اینا این بوده که میگه که همینطوری که یه سری از آدم‌ها تلاش میکنن خوبیاشون رو در معرض دیگران قرار بدن که بقیه ببینن، میگن که این خیلی احتمال ریا توش هست. میگه ما برعکسش رو انجام میدیم. ما میایم کارهای زشتمون رو که بقیه نهان میکنن اونا رو میاریم رو که اتفاقا به واسطه اون قضاوتی که خلق ما رو میکنن گناهان ما بخشیده بشه. و خب این دیگه به یه درجاتی میرسه توی فرقه ملامتیه که دیگه خیلی زیاد از حد شاید بشه گفت پیش میره، به طوری که مثلا اون موقع این شکلی بوده که توی ماه رمضان یک جام از شراب مثلا دست میگرفته، یکی از اینا راه میافتاده توی شهر، بعد هر کی میدیده میگفته اوه این نه تنها تو ماه رمضان داره یه چیزی مینوشه که اون چیزی هم که مینوشه باز شرابه، ولی عملا مثلا توش آب بوده. یا یه کارهای شبیه به این رو میکردن که خلق اینا رو سرزنش بکنن، ملامت بکنن و به نوعی با این کار نفس خودشون رو سعی میکردن که نادیده بگیرن یا بکشن که بتونن به خداوند نزدیک بشن. حالا این یه چیز کلی بود، من خواستم فقط راجع به این کلمه توضیح بدم. اینجا میگه کسی ملامت وامق کند به نادانی، میگه کسی از روی جهلش میاد ملامت وامق رو میکنه که روی عذرا رو ندیده. وامق یه شاهزاده یمنی بوده که عاشق یه شاهزاده خانم چینی به نام عذرا میشه. اصل داستان ظاهرا یونانی هست و عنصری همون رو به نظم در آوردتش. مثل لیلی و مجنون اینا دو نفر هستن که خب معروف هستن توی ادبیات، ازشون گاهی اسم برده میشه. بنابراین میگه کسی اونو ملامت میکنه که روی تو رو ندیده باشه، اگر ببینه اونم مثل من حتما عاشق میشه. گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری، نگاه می نکنی آب چشم پیدارا. این گرفتم به معنی اینکه فرض کردم. جای دیگه هم هست که میگه گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سرو به بالای دوست ماننده است. یعنی فرض کنیم که اصلا من این کارو کردم. گرفتم آتش پنهان خبر نمیداری، نگاه می نکنی آب چشم پیدارا. خب آنچه که از چشم جاری میشه اصطلاحاً بهش میگن آب دیده. آب دیده یعنی این که اون چشم یه چیزی رو دیده که به واسطه اون یک آبی از چشم جاری شده. پس اشک اگر در فراق کسی باشه، اون اشکیه که ارزشمند هست. میگه تو اگر فرض بگیریم که آتش درون من رو، عشق درون من رو نمیبینی، آب چشم منو که داری میبینی که این چه حالی رو برای من ایجاد کرده. خب نگفتمت که به یغما رود دلت سعدی، چو دل به عشق دهی دلبران یغما را. جلسه پیش راجع به یغما یک صحبتی کردم، گفتم که این رسم مغولان بوده که مراسمی رو داشتن که همه رو دعوت میکردن، دعوت عام میکردن و هر کسی میومده میتونسته از اون سفره هر چی میخواسته بخوره و حتی ظرف و ظروف هم رو خودش ببره. ولی خود یغما اشاره داره به یه شهری که سرزمینی در ترکستان هست. حالا ترکستان رو معادلش رو گفتن ایالت سینکیان که چین میشه در حقیقت، در ترکستان شرقی، که توی ادبیات به زیبارویی اینا شهره بودن. بنابراین
وقتی که از یغما اینا میبرن معمولاً به یه ایهامی اشاره میکنن، همین که غارت شدن دل توسط یک زیبارویی، همین که احتمالاً زیبارویان یغما مد نظرشون هست. داریم که دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، اینا همه به نوعی به همین ماجرا اشاره میکنه. حالا سعدی با خودش حرف میزنه، میگه من نگفتم اگه دل بدی دلت به یغما میره، یعنی دل نده چرا این کارو میکنی؟ هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدا را. میگه که ولی باز با تمامی این ماجراها من هنوز امیدوارم که یه روز این شب یلدا هم به پایان برسه. خب شب یلدا در سوریانی به معنی میلاده، یعنی خود کلمه یلدا به معنی میلاده که تولد حضرت مسیح و خورشید رو، یعنی آفرینش مهر رو دقیقاً در اون شب روایت کردن که اتفاق افتاده. شب آخر پاییز و اول زمستان که خب شب طولانی هم هست. گاهی اوقات در ادبیات به همین شکل استفاده میشه که حتی اگر شبی اینقدر طولانی باشه ولی به هر حال این شب هم یه روزی به پایان میرسه. هنوز با همه دردم امید درمان، یعنی امیدی هست که به هر حال من روزی به معشوق برسم. خب این از غزل شماره 4.